کرمی بدن از اشیاء کاملا طبیعی، لیمونادی بدون هر گونه مواد کیمیایی که تنها از آب، عسل و لیمو آماده شده است، صابون از پیسته، رشته های طبیعی از پشم، صابون و پماد لب سرخونک از انگت ابل پیخه، عسل با لیمو و پیسته، بازیچه های چوبین و غیره. این همه محصولات غیر عادی امروز الکی در تاجیکستان استحصال می‌گردند. باری اول چنین محصولات طبیعی و وطنی در یک جا در مغازه برندی تاجیک زمین که در دایره تشبوسی یک دهه یک محصولات تأسیس یافته است، پیشکش خریداران می‌شوند. این مغازه محصول زحمت استحصال کنندگان خردی محلی بوده، بیش از 100 نفر از حساب استحصال این محصولات با جای کار تامین گردیدند. شما چنین محصولات را می‌خریدید تا استحصال کنندگان محلی را دستگیری نمایید. خوراک‌های ارگانیکی از جمله ببینید عسل با لیمون و پیسته و لیموناد یگان محصول و خیمیکات ندارد در داخلش، فقط لیمون، عسل، آب، تمام. محصولات‌های هنرمندی هم هست. مثال من این خیلی رشته‌هایی که رنگ‌های طبیعی که رنگ شدگی از پشم در این طرفشان آماده می شود. در مغازه ما دیده می توانید اکنون اینها رو. این خیلی بازیچه ها شما میدونید که چقدر مهم است که کودکان ما همه بازیچه ها رو در دهنشان میکنن و می توانید که از چنین با چوب‌های طبیعی خودمون چنین نمودی بازیچه ها رو دسترس کنید اکنون. و محصولات دیگر صابون از ابل پیخه این دستی آماده شده است، همش انگریدینت های طبیعی تازه و صابون از پیسته. ما قریب که همگی حساب کردیم زیاده از 100 نفر بهره گیرنده از این مغازه به خودشان میتونن زندگیشون رو بهتر نمایند. از همه شما دوستان خواهش میکنم که اگر شما در گرد و اطرافتان همسایه، دوستان، یگان کسی را دانید که با استحصال خرد مشغول هست، نمیداند در کجا محصولاتش را فروشد، یا اینکه یگان بخوجگی قشلاق دارد یا پرنیک دارد یا محصولات از جهت اکولوژی استحصال میکند، یا اینکه تجهیزات‌هایش هست، یا اینکه صاحبکارش هست، ایده هست که نمیداند که چه پیش برد آنها را. ما میتوانیم آنها را بینیم، بررسی کنیم و با جلب متخصصان بین‌المللی از ژاپن با آنها ریسپت های نو یاد دهیم، با اپاکوفکای آنها، با بلند برداشتن صفت آنها و با فروش برآوردن به بازار هم در داخل تاجیکستان و هم در آینده در بیرون از تاجیکستان مساعدت نماییم. و اگر کسی را شما دانید از بین گرد و اطراف خودتان، مرحمت به ما مراجعت کنید.